الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش سر حال باشین و از گزند روزگار در حفظ الله متعال باشین. عزیزان گرانقدر، ما پیش یکی از خانواده های فقیر مستمند آمدیم که بچه‌کشان بسیار زیاد مشکلات دارن، به تکلیف شش مواجه هستن و اینا امو توان خریداری نسخه را نداشتن. از خاطر یکی از دوستا بر ما حوال دادن، آمدیم همون نسخه و یاشان هم خریداری کردیم، آمدیم پیش مادر خود انشالله امراشان یک کوتاه مصاحبه میکنیم و از مشکلاتشان پرسان میکنیم. خارجان سلام علیکم. سلام علیکم. خوب استی جان جون؟ شکر. بچه چی تکلیف داره؟ یک و نیم سالش از وقتی که به دنیا آمده تکلیف شش داره. ششایش هم میگیرم میپنده ششایش. دکترها چی گفتن؟ تداویش امکانات چیجه است؟ دیگه امکاناتش هست دیگه میگن مو برش دوا بگی تا 7 ساله تا که بخیر از کلان شه ششایش یایش خودش باره باز تصمیم میگیرن که چی مشکل داره. خداوند رحم کنه. چطور است وضعیت اقتصادی؟ چطور است؟ شوهر چیز کار میکنن نمیکنن؟ شوهرم بیچاره کراچیوار است. نه وضعیت مادر خراب است زیاد. دیگه پیسه نان خوردن دادیم، من تداوی از این رو چی کنم؟ دیگه تداوی از این میمونن. دونی مزار کرای خانه میدم. در خانه یخ، این خانه را بسیار یخ میشه شب و از اون خاطر است که بچه من ششایش بخیاله بندیده دیگه نمی دوایش خدا خیر بده که یک کمک کردن نمی دوایش مانده و نمیتونست که دوایش بگیرم. خدا مهربان است. انشالله ما دوایش آوردیم، انشالله تطبیقات یاشان شما میفهمین. دوستان عزیزی دوا بود که ما برشان خریداری کردیم که تقریبا 10 دانه پیچکاری است و شربت های گوناگون هستند که به خاطر گلون و سینه و بغل که هستن حالا فعلا ای برشان دوا را تطبیق کردن. مادر جان ما از طریق بنیاد خیری باران رحمت بر ما حوال داده بودن و این دوا را بر شما آوردیم. دیگه اگر شما چیز گفتنی دیگه داشته باشین ما یک خدمت. خیلی بیرون زنده باشن دیگه، به خاطر که دیگه من میخوایم کرد دفعه دیگه برای بچه ما یک کمک شود که ما بتونم ما دوای زیره بگیرم، به خاطر که از پیش ما در کوما میره. این خط بستر داد ما بس دوالش نداشته که بستر کنم، به خاطر که دینمی طفل اولی ما 3 ساله دینمی تکلیفش از بین رفت. یک طفلک تان فوت کرده دی 3 ساله دخترم از بین رفت که نمیخوایم که از دست بدم، از اون بخاطر داده میشه خداوند مهربان است انشالله. عزیزان گرانقدر، در این خانه ما آمدیم واقعا که مشکل همشیره ما زیاد است. از کسایی که در این راستا میخواین کمک کنن بری خواهر تا که ما بتانیم یک درد کوچکشان دوا کنیم. خدا مهربان است. خواهر گریه نکنین انشالله. الله امتحان مهربان است. کمک میکنه، تشویش نکنین. زنده باشه انشالله که ما خوش میکنیم که در خدمتتان باشیم. این دوا شاءالله فعلا تطبیق کنین. خدا مهربان است. خیلی بینید این دوا رو بر شما سلامت باشید. ما این مشکلات دارم کار با دوای از گرفته شدم. بیدن شما اینم در کی لازم میکنیم که یک دفعه دوای از این بخرن. دوایش که نرسه باشه شاید حال نیم درست دوای دیگر داده که یک ذره خوب شده. اگر نیت جهت کنه کوما میره خط داد شاو 15 ساعت فکرای دکتر خانم من نداشته. در شفاخانه ساعت طفل شما مراجعه میکنین؟ برده میشه که از بس توان مایی بالاست صحیح است، ما بسترش میکنیم اما این دوایی که یا میتن زیر چیز میگیرن ما نمیتونیم. حالا خب بیخی که شفاخانه است یا طفل شفاخانه میوان یک تک مریض پر از زیر نمیگیرن به خاطر میکروبی را زود کش میکنن. خب خارجان خیر باشه، الله مهربان است. این 1000 روپیه دیگر هم شما بگیرین بر شگان میوه و یگان چیز بگیرین. انشالله بازم دوستای عزیزی که کمک کردن بازم انشالله ما در خدمت شما حاضر میشیم. دیگه دعا کنین بر کسایی کمک میکنن. خداوند شما رو خیر بیره. خدا جا می قبط شاکی جمع کردن نداره. خدا از شب تک برای طفل معصوم ما کمک کردن. حیات زندگی از این میخرن. دیگه اگر نیخی خز بین میرس پیش ما. الله مهربان است. دوستای عزیز
رنج درد زیاد است، دیگه خواهر خود از این بیشتر به زحمت نمی سازیم. انشالله که کمک هایی که شما میکنین در نزد الله متعال حفظ می باشه در این شرایط دشوار که شما دست میگیرین، در مقابلش الله متعال بر شما پاداش میده. دیگه ما کوشش میکنیم که به غریب ترین و مستمن افراد از این جامعه برسیم تا درد کوچک را دوا کرده باشیم. که شما را به الله مسپاریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.